توی برادرم خیلی خوب گذشت. وقتی برادرم با همراه کلینمان به خانه می آمدند، اشک از چشمانم جاری می شد. زیرا 3 سال پیش تویم به یادم رسید برای رسم گرفتن به صحنه برآمدیم. در اصل نگاه ینگه ام بر من آنقدر پسند نآمد، زیرا یک زن خیلی بد می نمود. توی به انجام رسید. با صدای یاریار به خانه در آوردیم. خلاص همه عرف و عادت ها ادا شد. من همان روز تصمیم گرفتم تا که در خانه ای پدر و مادرم بمانم. حولیمان کلان است، خانه های بسیار. اکنون خاطر جمع هستیم، زیرا که در خانه کلیندار شدیم. هنگام صبح بر وقت خسته بینم که دخترم در برم نیست. شاید در حولی هست گفته و بیرون برآمدم. خویش و تباران و همسایگان در بیرون با کلین نو آمده رقص و بازی داشتند، اما من در جستجوی دخترم هستم. در هیچ کجا نبود. به نزد مادرم رفتم. گفتم مادر جان، کماله رو ندیدید؟ مادرم گفت نه دخترم، حالا از خانه ات نبرآمده است. من صبح بر وقت از خواب بیدار شده در همین حولی هستم. هیچ کس نبرآمده است و هیچ کس را ندیدم. سراسیمه‌وار همه خانه ها را کافتم اما نیافتم. به کوچه برآمده هیچ کسی نماند که نپرسیده باشم. هیچ کس نمی گفت که من دیدم. همه یک گپ را می گفتند، یگان کودکی را ندیده ایم. و شوهرم زنگ زده گم شدن دخترم را گفتم. شوهرم با یک گروه میلیسیا آمدند. اینک از بین 15 روز می شود که دخترم نیست. آخر دختر 2 ساله ام را سخت یاد کرده بودم. همین طور روز خانه مادرم آمدم. دیدم که کلینمان با زن همسایه صحبت داشت و زن همسایه نیز از نبودن پسرش به ترس افتاده نگران بود. به نزدشان آمده گفتم زیغ نشوید، یگان جا برای بازی کردن رفتگی است. و با کلینم خوب هستید؟ مادرم در کجاست گفته پرسیدم. کلینمان در تعجب افتاده گفت اپا جان، شما شوخی دارید با من؟ آخر مادرم به خانه شما رفته بود، گفت و باز کارش را ادامه داد. گویا که چیزی را نمیداند. حتی یک بار نپرسید که دخترچه اتان را یافتید یا نه. از مادرم که هیچ نمیپرسید. در دلم شبهه ها پیدا شد. نخواد در سر این کارها کلینمان ایستاده باشد. در مابین 4 هفته دخترم، پسر همسایه و مادرم بی‌درک شدند. کلینمان باشد بے پروا بود. من او را نظارت کردم و تصمیم گرفتم که همان روز در همان خانه بمانم. کلینمان به نزدم آمد و گفت اپا جان می روید؟ گفته پرسید. من در هیجان افتادم و گفتم من امروز در همین جا می مانم. و همین طور داخل خانه شدم و از پس پرده تریزه نظارت کردم. او به خانه‌ای که من داخل شدم غضبانه نگاه میکرد، گویا که راضی نبود. به ته خانه یعنی به پدول خانه زود در آمده می ایستاد. وقتی به خانه اش داخل شده رفت، من باشم زود داخل همین پدول شدم. همه جا تاریک است. خواستم سویت را گریان کنم. همین وقت کلینمان در دستش کرد یعنی کارچه داشت و به سوی ته خانه پدول می آمد. من از ترس زود خود را پنهان کردم. کلینمان داخل ته خانه شد و سویت را گریان کرد. در اینجا با مانند یک تاقچه از آهن مثل آبگیرک می ایستاد. دهان آبگیرک را باز کرد و از داخل یک دست را گرفت و در او دست چله‌ای که پدرم و مادرم تحفه کرده بود در یادم بود دیدم. دوستان عزیز، اگر خواهید که دوام قصه را بر شما نقل کنیم، پس انتظار باشید. در نوار نوبتی دوام قصه البته بر شما رسانیده می شود.